روز بخیر بیننده عزیز آزادی، این برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان در خدمت شما خواهم بود. امروز 28 ژانویه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: مقامات یک دادرس سابق را جستجو دارند. احتمال حکم دادگاه در نسبت محموراد اودینایف اعلان شود. گزارش از محله آهنگران استرافشان و آغاز مرافعه رئیمبگ مطرح در قرقیزستان. اکبر خالقزاده، دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفورov را که با گرفتن پاره عیبدار میشد، مقامات حفظ حقوق تحت پیگرد و یا کفت و کپ قرار دادند. دو منبع رادیوی آزادی که نزدیک به تفتیشات هستند ولی مسئول صحبت با رسانه ها نیستند گفتند علیه خالقزاده با قسم 3 ماده 319 کدکس جنایی یعنی گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده است و او با شرط بیرون نرفتن از محل استقامت در آزادی قرار داشت، اما بعدا خالقزاده با دعوت تفتیشات حاضر نشد و با تشبث دادگاه عالی زیر پیگرد قرار داده شد. نظر خود خالقزاده در این رابطه دسترس نیست. در تاجیکستان فهرست یگانه شخصانی در گفتگو قرار داشته در اختیار وزارت کارهای داخلی است. در این نهاد نیز گفتند اسم خالقزاده اکبر رضا متولد سال 1981 ساکن شهر بوستان در فهرست شخصانی در گفتگو قرار داشته جا شده است. اکبر خالقزاده روز 18 نوامبر با فرمان پرزیدنت رحمان از مقامش برکنار شد. در متن فرمان گفته می شود دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفورov بنابر صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از وظیفه آزاد کرده شود. خالقزاده هنوز ماه اکتبر از سوی کارمندان آژانس مبارزه با کروپسیا هنگام گرفتن بیش از 28,000 سامانی و یا معادل $2700 پاره به دست افتاده است. آن زمان گفته میشد خالقزاده از یک طرف دعوا برای مال و ملک رشوه درخواست کرده است. خود اکبر خالقزاده و یا وکیلان دفاع او آن زمان نخواستند بر رادیوی آزادی اظهار نظر کنند. رشوه ستانی دادرس ها وقتهای آخر در تاجیکستان زود آشکار می شود. دادرس های سابق میگویند مزد کمی کارمندان دادگاه ها از جمله دادرس ها را در برابر رشوه آسیب پذیر می کند. در مرافعه روز 27 ژانویه در دادگاه ناحیه رودکی نماینده دادستانی یا عیبدار کننده دولتی به محموراد اودینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و فعال شبکه‌های اجتماعی 15 سال زندان طلب کرده است. اودینایف 59 ساله است. یکی از پیوندانش که در مرافعه اشتراک داشت بر رادیوی آزادی گفت با او وابسته به ماده اوباش 6 سال و در رابطه با ماده دعوت عام به افراطگرایی 9 سال زندان خواستند. پیشتر نزدیکانش گفتند که محموراد اودینایف در مرافعه اول روز 25 ژانویه هر دو اتهام را بی اساس نامیده است. علاوه بر این در حالی که مقامات دلیل باز شدن پرونده اوباشی را به حادثه 29 اکتبر سال گذشته در نزد کمیسریت حربی حصار پیوند دادند، در مورد ماده دعوت عام به افراطگرایی حرفی نگفتند. حبیب الله رضایف پسر محموراد اودینایف که همزمان با پدرش محاکمه می شود گفت عیبدار کننده دولتی نسبت به او 4 سال زندان پرسیده است. مقامات او را به اوباشی متهم می‌دانند اما خودش گفت عیبنامه را انکار کرده است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت مرافعه محموراد اودینایف و پسرش 2 روز پیش شروع شده و به طور باز ادامه دارد. او گفت در طولار مرافعه پیوندان و 4 شاهد حضور داشتند. رحمت الله زایرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید در مرافعه روز چهارشنبه اشتراک داشت و در آن وکیل مدافع پیشنهاد کرده است که پرونده به تفتیشات علاوگی پیشنهاد کرده شود و از آن نگران است که پرونده را خیلی سراسیمه‌وار به بررسی گرفتند و ممکن است حکم معاونی بازداشت شدهش به زودی اعلان شود. محموراد اودینایف روز 5 دکبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر شد. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند به ضد او 20 نوامبر با گمان اوباش پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند.
برخی هنرمندان استرافشان سبکی و امتیازهایی را که حکومت تاجیکستان به خاطر رشد هنرهای خلقی در کشور 3 سال پیش داده بود هنوز دریافت نکردند. آنها میگویند که مقامات مثل پیشتر از آنها پول پتنت و اجاره و انداز میگیرند. مسئولان بخش فرهنگی استرافشان گفتند مشکل هنرمندان را می‌آموزند و به آن رسیدگی خواهند کرد. فرزان محمدی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد. این راسته آهنگران استرافشان را به هم آورده است و آنها این کسب را از چند پشت باباهای خود به میراث گرفتند. در راسته آهنگران حدود 20 دکان باز است و اینجا از صبح تا شام در روبروی کوره تفسان پتک بر آهن میزنند. هنرمند حبیب خدا همین جمعه دستتان جمعه در ندون یک موی میشه میبرد. بابا جان نعمتوف از سلاله آهنگران است. او این کسب را در همین جا در خردسالی از پدرش یاد گرفته است. در عصر 21 او و دیگر همکسبانش را حفظ هنر بابایی و از دست ندادن جای کارشان انگیزه می‌دهد. او را تپه نامش راستی آهنگری که نامش برآمده. من وقتی من بچه بودم من اینجا چند تا دکان اکون میدونن چند تا دکان بود. من همش برفتم استاد. چرا؟ شرایط مهیا کنم نمیتونم. آهنگران این راسته سبوکی و امتیازهایی را که حکومت تاجیکستان 3 سال پیش به خاطر رشد هنرهای خلقی اعلان کرده بود هنوز دریافت نکردند. آنها میگویند که مقامات مثل پیشتر از آنها پول پتنت و اجاره و اندازها میگیرند. وای کنن که من در خود جناب گفتم تو انتظار که هنرهای مردمی رشدی بودن آنالوگ انداز آزاد کرده شدن. اومد تیمزار سهمیه سیامه کرده وای کنن آنالوگ آزاد گفتیم که نه وای آدمی که خونه رو میکنه 3 سال وای آنالوگ آزاد بود. این کار من نالوگش میگیرن. روز خونه به 3 سال کنیم هیچ کی نمیگیرد که رفته. مسئولان بخش فرهنگ شهر استرافشان میگویند نابرابری هنرمندان برای دسترسی به امتیازها به آنها معلوم نیست، زیرا در این منطقه هنرمندان زیادند ولی یگان نفری آنها برای حل این مشکل مراجعت نکرده است. هنرمندا که ما همکاری داریم لیکن جهت مثلا اگر ما مراجعت کنم برای حل مسئلهشون ما کوشش میکنیم لیکن به رئیس عریضهشون باید وارد شود. بعد در اساس مراجعت شخصان واقعی و موقع بعد نتیجه گیری میشه. ما باز میریم و از این جهت‌های هم بپرسیم میشیم. ولی هنرمندان راسته آهنگران استرافشان میگویند قبلا آنها بارها به حکومت شهر عرض کرده بودند، اما شاید مقامات نوی حکومت و بخش فرهنگ که چند ماه پیش سر کار آمدند از درد آنها خبر نداشته باشند. از انداز و خراجات رسمی آزاد نشدن هنرمندان در حالی است که رقابت در بازار امروزه سخت است. مثلا یک کارد خوبی دستی ساخت از 40 تا 400 سامانی نرخ دارد، اما در همین بازار کارد تولید چین ارزان تر است. کاردای خیتای یک چند زده میفرستند و زواد و یوم دولتی هم ما الان به سرخکر پیچک میکنیم این شهرتا میخورد زیچیش بخواد میشه پولوکن اول به نفهمیده و ارزان بوده همه خیتای بگذاشت حاضر اکو روشه با خیلی که پیشتر باییم با همه اینی خدا میگیست بسن اگر این خیتای گریده که یک سیزان به توری نمیبیاد اینا یک 3 سیزان به توری میبیاد. حکومت تاجیکستان سالهای 2018-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کرد و هنرمندان نیز این تشبث را به خاطر احیای کسب و هنرهای خلقی پسندیدند. اما آهنگران استرافشان میگویند از این امتیازها محروم کردن آنها با بهانه نه در خانه شخصی کار کردنشان درست نیست و شاید آنها به سبوکی‌های دولتی نیاز بیشتر دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان. و مرافع دادگاهی سابق معاون رئیس خدمات گمرکی قرقیزستان رایمبگ مترایموف که برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار به خارج به فهرست تحریم های مگنیتسک ایالات متحده آمریکا شامل شده است روز 3 فوریه آغاز می شود. دادگاه عالی قرقیزستان روز 27 ژانویه گفت که مرافع دادگاهی در دادگاه ناحیه بیرینچی می شهر بیشکک برگزار می شود. مترایموف ماه اکتبر با اتهام فسادکاری بازداشت شده از آن زمان در حبس خانگی نگهداری می شود. مقامات قرقیزستان آن زمان گفتند که مترایموف راضی شد که تخمینا 2 میلیارد سوم یا معادل 23.5 میلیون دلار را همچون پرداخت پیشکی ضرر جبران کند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 28 ژانویه چنین تعیین کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. نظر و پیشنهادهای خود را حتما با ما نویسید و برای پیگیری خبرهای از این بیشتر سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خدا نگهدار.